اگر خاکسار باشی از خاکساریت استفاده میکنند، زیر پایت میکنند. زورآوری کنی یک روز نه یک روز به خول میشکنندت. اگر ترسو باشی ردی معرکه میشوی. اگر عاقل باشی و سخنگو دوستت نمیدارند و آدمی نالازی میشوی. به طرز دیگر گویم گپ زن در کار نیست. اگر مهربان باشی به حالت میخندند، ساده است میگویند. اگر گناهگار باشی محکوم میشوی، دیر یا زود. حقیقت را گویی اغواگرت میبرارند. تعریف و تحسین خوانی کنی چاپلوست میگویند. پولدار که شدی از کجا یافت میگویند. کم بیزاعت باشی با سبب تنبلیش یا اینکه از ناعهده براییش میگویند. هر کاری کنی مردم سخن برای گفتن دارند. زبان بعضی ها برای بدی و کینه و بخل و حسد و غیبت و بهتان براست. اگر آنها را اهمیت دهی دیگر زندگی آسایشتر را نخواهی یافت. بگذار هر کس چیزی میخواهد بگوید، اما مطمئن باشی که سخنت حق و راهت راست است. دوامش بده. از عکاس سگان نباید ترسید.